چرا ارتش‌های مسلمانان دیگر آن شجاعت و صلابت را ندارند؟ یکی از اعضای نیروی هوایی آمریکا در 26 فوریه 2024 در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی خود را آتش زد و در حالی که در شعله‌های آتش می‌سوخت صدا می‌زد: من دیگر شریک نسل کشی نیستم. وی مکرراً فریاد می‌زد فلسطین را آزاد کنید. موقف جسورانه این سرباز غیر مسلمان علیه امدستی در نسل کشی کاملا در تضاد با بی‌حرکتی و خاموشی رهبران نظامی مسلمان است. این سرباز نه معتقد به دین اسلام بود و نه حامل مفکوره جهاد که انتظار می رود الهام بخش سربازان مسلمان باشد. نوعی از شجاعت و صلابت اخلاقی از خود نشان داده است که باعث شرمساری رهبران ارتش مسلمان شده است. اقدام وی نشان دهنده یک شکست عمیق می باشد و آن فقدان شجاعت در میان کسانی است که باید در حد مقدم دفاع از مظلومین باشند. تنها با رهبری سیاسی خلافت میتوان از ارتش به جای ظلم بالای مسلمان ها برای حفظ ناموس و جان آنها استفاده کرد. چگونه ممکن است یک سرباز از یک سرزمین بیگانه بدون هیچ گونه تعهد دینی مستقیم به مردم فلسطین شجاعت و صداقت اخلاقی از خود نشان دهد و از رهبران ارتش‌های مسلمان پیشی گیرد؟ این اختلاف فقط شکست درگیری نظامی نیست، بلکه شکست رهبری ارتش مسلمانان نیز است. سکوت و بی‌حرکتی این رهبران در برابر نسل‌کشی دوام دار نه تنها خیانت به الله سبحانه و تعالی و رسول وی صلی الله علیه و آله و سلم بوده، بلکه شجاعت و مردانگی را که باید ویژگی سرباز مسلمان باشد خدشه‌دار نموده است. وای بر حکام و پادشاهان مسلمانی که در فکر جان و مال ملت خود هستند، نه در جان و مال فکر اسلام و دین و گسترش دین مبین اسلام و سرتاسری دین مبین اسلام در سراسر جهان اسلام. و این دین الله هست که باید حاکمیت را داشته باشد و این دین الله هست که باید حرف اول را در جامعه خصوصا در بین جامعه اسلامی بزند. متاسفانه با مفکوره نشنالیسم و قوم پرستی باعث شده که کشورها از هم گسسته شوند و یک کشور در فقر فقدان برود و از یک کشور دیگر به پیمانه بسیار بالای افزایش یابد و این نبود خلافت و دولت حاکم و همزیستی و امت واحد در بین جامعه می باشد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. لطف نموده صفحه فیسبوک عبدالقادر محمدی رو لایک و ویدیو رو به دوستان به اشتراک بگذارید و اجر ببرید. طرح و دیزاین توسط عبدالقادر محمدی.